یه رو بگو ما خودزنی، منم میرم تستش میکنم. باشه یه چیزی رو راست بهت بگم، میدونش هیچ راهی بهتر از حق انتخاب دادن نیست. مستقیم برو بهش بگو خانم من ازت خوشم اومده، اگه دوست داری شماره‌مو بگیر بهم پیام بده. حل. خانم ببخشید. سلام. خوبی شما؟ ببخشید مزاحمتون میشم. حقیقتش ما هم محلی هستیم، چند باری اینجا دیده بودمتون و اینکه هی می‌خواستم بیام باهاتون صحبت کنم. تایم در نمیاد، نمیشد. اصلا خوشم اومده بود. خواستم که با هم بیشتر آشنا بشیم. اگه اوکیه یه لحظه گوشیتون رو میشه بیارید؟ گوشیمو؟ یه آره دست خودتون. همین. این نوتیفر اگه میشه بازش کنین. چی هستی؟ الان میاد. این اطلاعات منه، اینستاگرام و تلگرام و شمارم و اینا. آره حالا اگه اوکی بودین بعداً با من یه ارتباطی بگیرین، یه میسی پیامی چیزی با هم بیشتر آشنا بشیم. سلامت باشید. ببخشید باز مزاحمتون شدم. فعلا با عزتون. خدا نگهدارتون باشه. خانم بازم عذرخواهی میکنم بنده مزاحمتون شدم. ما راستش داشتیم دوربین مخفی میگرفتیم. اونجا هستش. آره اگه اوکیه ببخشید بازم لایک به دوربین نشون بدین، رضایت دارین. بچه‌ها یه راه جدیدم خودم بهتون بگم، کلا هر کسی خوشتون اومد من خودم یه دونه از اینا تهیه کردم. میرین جلو میگیرید پشت گوشیش، خیلی راحت یه نوتیفیکیشن میاره، باز که کنید کل اطلاعاتتون رو میاره، پیج، شماره، هر چی که بخواید. یارو میره نگاه میکنه پستاتون، پروفایلتون، اگه خوشش اومده باشه خودش میاد جلو. من این نوعم کاستوم با اسم و عکس خودم از پیج وانتاج گرفتم، پیجم تو کپشن براتون میذارم، از اینجا شما هم میتونید تهیه کنید. فعلا